داستان کبوترباز شدن مایک تایسون سالها قبل از آن که جهان او را با مشت‌های سنگین و چهره خشمگینش بشناسد، مایک تایسون فقط یک پسر بچه خجالتی و گوشه‌گیر در محله فقیرنشین براونزویل در بروکلین نیویورک بود. محله‌ای که پر از جرم، فقر و درگیری بود. همین الان ویدیو را لایک کن و کانال را دنبال کن که هم از من حمایت کرده باشی و هم از ویدیوهای بعدی جا نمونی. مایک کوچک اغلب در مدرسه اذیت می‌شد، کتک می‌خورد و احساس تنهایی می‌کرد. او حتی درست حرف نمی‌زد و همیشه گوشه‌ای تنها می‌نشست. روزی از روزها وقتی شاید 10 سال بیشتر نداشت، در خیابان‌های شلوغ محله‌اش چند پسر نوجوان را دید که روی پشت بام در حال بازی با کبوترها بودند. مایک کنجکاو شد. بالا رفت و ساعتها همانجا ماند. برای اولین بار احساس آرامش کرد. او بعدها گفت کبوترها اولین موجوداتی بودند که واقعاً عاشقشون شدم. اونا قضاوت هم نمی کردند، با هم دعوا نمی کردند، فقط کنارم می موندند. از همان روز عشقش به کبوترها شروع شد. شروع کرد به جمع کردن پول خود تا برای خودش چند کبوتر بخرد. با دانه پاشی، مراقبت و تمیز کردن قفس‌ها، آرام آرام دنیای خودش را ساخت. دنیایی که در آن هیچ خشونتی نبود. اما روزی اتفاقی افتاد که مسیر زندگیش را عوض کرد. یکی از پسرهای بزرگتر محله کبوتر محبوب مایک را گرفت و جلوی چشمش کشت. مایک شوکه شد. احساس کرد تنها چیزی را که دوست داشته از او گرفتند. میگوید اون لحظه یه چیزی توی من شکست. برای اولین بار توی زندگیم مشت زدم. همان دعوا باعث شد استعدادش در مبارزه دیده شود و بعدها وارد دنیای بوکس شود. اما خودش همیشه میگوید من جنگیدن و از خشم یاد گرفتم. ولی دوست داشتن رو از کبوترها. حتی وقتی میلیونر شد، حتی وقتی مشهورترین مرد روی زمین بود، مایک هیچ وقت از کبوترها جدا نشد. در تمام خانه‌هایش در نیویورک و لاس وگاس کبوترخانه‌ای بزرگ دارد. او هر روز صبح به آنها غذا می‌دهد، حرف می‌زند و گاهی ساعتها فقط به پروازشان خیره می‌ماند. در یکی از مصاحبه‌ها گفت وقتی کنار کبوترهام هستم احساس می‌کنم همون پسر 10 ساله بروکلینم. بدون شهرت، بدون ترس، بدون گذشته. خیلی‌ها فکر می‌کنن من مرد خشمگینیم. اما اگه من رو بشناسن میفهمن قلبم با همین کبوترها زنده است. بوکس به من شهرت داد ولی کبوترها به من آرامش. این بود داستان کبوترباز شدن قهرمان بوکس جهان مایک آهنی. لطفاً ویدیو را لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.